استادان محترم، شاگردان عزیز، دیپلمات‌های گرامی، طالبان کرد با هدف گشایش مکاتب دختران در افغانستان امید میلیون‌ها افغان را به خاک یکسان کردند. آنان قبلا گفته بودند که مکاتب متوسطه و لیسرا برای دختران باز می‌کنند، اما متاسفانه این گروهی وحشی و تروریست یک دست نیستند، بلکه گروهی از قماندانان بی‌سواد اند که هیچ کدامشان به عرف خود باور ندارند. مکاتب متوسط و لیسه دخترانه بعد از ماه‌ها انتظار صبح روز چهارشنبه باز شدند. لحظات بعد طالبان وحشی تروریست کرد دستور دادند که دختران به خانه‌های خود برگردند. مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود بمانند. این تصمیم طالبان کرد دختران دانش آموز را مایوس و ناراحت کردند. دختران که بار هزاران امید به مکتب رفته بودند اما ناامید به خانه برگشتند. ما از گروه طالبان وحشی می‌خواهیم که حق آموزش را از ما نگیرند. ما هم انسان هستیم. چرا مکتب نرویم؟ مگر ما خواندن درس به ما جرم است؟ این گروه تروریست که تهی از شرف، تعلیم و تربیت اند، با بستن دروازه‌های علم و فرهنگ بر روی دانش آموزان دختر یک بار دیگر ثابت کردند که نه تنها خصومت عمیق با زن، حلم و تمدن دارند، بلکه از بیداری و آگاهی نیم پیکری از جامعه به شدت هراسند. یعنی می‌ترسند از خانم‌ها و از دخترها اگر اینا تحصیل کنند. ترس بسیار بزرگی دارند. ما افتخار میکنیم ما زنای افغانستان که امروز دوشا دوش قهرمانان همچون ظاهر اکبر سفیر جمهوری اسلامی افغانستان و نماینده سیاسی کار میکنیم و فعالیت داریم و هیچگاه نمیگذاریم دشمنان ما به پیروزی برسند. تحصیل حق ما است. تحصیل حق هر زن افغان و دختر افغان است. هیچ گروه تروریست و طالب وحشی و دهشت‌افکن نمیتونند که ما را از تحصیل باردارند. ما همیشه کوشش راه آزادی است، راه حق است، تحصیل حق ما هست. دخترها با یک صدا و صدای عزیز ما درس می‌خوانیم. ما ادامه خود را میدیم به تحصیل. نابود باد دشمنان افغانستان. پیروز باد راه عدالت و آزادی. جا دارد که از جناب سفیر صاحب قلباً سپاسگزاری نمایم که همچون محافل را با مناسبت از اینکه دختران ما مایوس نشوند، خانم‌هایی که در افغانستان هستند مایوس نشوند، این محافل را در نظر گرفتن. جناب سفیر صاحب به شما تشکری می‌کنیم. ما همیشه دوش با دوش شما بودیم و هستیم، همیشه پیروزیتان خواهان هستیم. بالاخره بعد از همین هشت ماه داشتن درس کردیم بسیار خوش هستم. زیاد هیجانی هستیم نگران کی باشه؟ شما اینجا چرا آمدید؟ مکتب اجازه نیست که شما نمیکنید مکتب بند شده؟ مکتبا که هست که تمامش بند شده، شما اجازه ندارید که بیاید. اصلا بشش به بالا دخترها که هست که اجازه نداره دیگه که بعد از مکتب بیاید. شما خوشا برید دخترها را اجازه بدید ما هم داریم که درس بخوانیم. اما سر ما بله فعلا امر شده که مکتبات تمامش باید بسته شود. برای ما فقط دختر بودن حاضرها به تحصیل نظر ما میتونیم که درس بخوانیم. مکتبات رو امر شده که دست بریم. برای ما امر شده که باید شما نبینید. مکتبات تمامش بسته شد. اجازه بدید ما داخل بریم. خیر اجازه نیست مکتبات بسته شد. برای ما میخوایم درس بخوانیم. اجازه نمیشه مکتبون تو کنچی. یک بار گفتم که مکتبا بند شده شما نمیتونید
نباید شما اینجا گفتم اجازه نیست که یا برید دیگه جنجال نکنید